من متوجه شدم در همین بخشی ما داشتیم گفتگو میکردیم، ترامپ به صورت تهدیدآمیز شدید هم نسبت به هیئت مذاکره کننده، هم نسبت به رئیس جمهور ما، هم نسبت به حمله به سرزمین ما صحبت کرده بود. من همونجا به آقای ونس گفتم آقای ونس، ما اینجا داریم گفتگو میکنیم و امضا کردیم، بند اول اینجا هست که تهدید و زور نباشه، ولی امروز رئیس جمهور شما تهدید و زور گفتن. بدانید که ما هیچ وقت در زمان تهدید و زور مذاکره نمی کنیم. ما مذاکره رو تموم کردیم و از جلسه اومدیم بیرون، دیگه هم به جلسه برنگشتیم. حتی پیگیری وقت ملاقاتی که بودن که حالا یه ملاقاتی با هیئت آمریکایی با حضور میانجی‌ها داشته باشیم، این رو دیگه قبول نکردیم، ترک جلسه کردیم. ولی نخست وزیر محترم پاکستان و آقای آصف منیر به عنوان در واقع میانجی، نخست وزیر و وزیر خارجه قطر، اینها اومدن پیش من، با هم صحبت کردیم. اونا نکاتی داشتن، گفتم ما با شما صحبت میکنیم. اونا نظرش این بود که به حال این مقطع رو به جمع‌بندی برسونیم. گفتیم با شما ما صحبت میکنیم، ولی فعلا با هیئت آمریکایی صحبتی نداریم. لذا اون صحبت، البته بحث صحبتی که تو 80 دقیقه صحبت شده بود، بعد که این معلوم شد یه اتفاق افتاده، اون رو جمع‌بندی کردیم. جمع‌بندی همون بیانیه‌ای بود که دو میانجی ما قطر و پاکستان دادن و به نظر من دستاورد خوبی بود برای این سفر.